دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 18 می سال 2026 می باشد. قرار داریم در باغ ما دهه چهارباغ ناحیه ورزاب. من با شما با شکل ضروری گلوسی لاپینسو گلوسی دیگر گلوسایی که به طرف بالو حرکت میکنند نشان داده بودم که به طور گیجیبی من خیلی 20 25 تا 32 90 راست میبریم و در داخلش بعد 90 میتیم با شکل ضروری گیجیبی بود و گیجیبی رو ما رفته بعد از یک سال دو سال به بوته اسپانی میگردانیم. حاضر باشد دیگر نهال هست. ببینید گلوس ناوده دوانیش دو نموده است. هست که با بالا می رود. او انا اونجا نشونته. انا با بالا رفته است. دیدید نه؟ انا وای گیجیبی کرده بودم. هست این گلوس که با پهلو می رود. من همش رو نشونته. من ببین پهلو رفته است. من با پهلو راست نرفته است. همین بالا رفته گیاش هم کج ایستاده است. ما این رو چیکار میکنیم؟ ما این رو یک لیدر میکنیم در گرد یک لیدرش نهوای رفتگی در گرد یک لیدر نوده ها رو جمع میکنیم و قبط به قبط وریتینو میکنیم. قبط به قبط میکنیم. همینید همین سال علاقه 1 متر شدگی است. ما این رو یک قد یک قیچی 20 سانتی متر میمونیم و میبریم. همش رو همخه میکنیم. همه رو ما میبریم تو اینکه در گرد همین نهال ما اینجا با دو تا تیاده بسیارتر شود. اینو ببینید یک طرفش رفته گله که یک تا بوت زده پوی زده بستن در کار که یک طرف نرود و همین خیل این رو ما بیرون رو بگم بیرون رو نگاه کرده میبریم و در نتیجه الان خیلی شکل شد. تا آخر سال من نشون میدم که هر یک تا این با دو تایی دیگه برآمد و در گرد همین یک لیدر دوام میتیم. من این لیدر رو با دوام میتیم. من همین لیدر من همین میشود با اینجا زد میرود. همین خیلی ما قبط به قبط در این گلوس نوده پیدا میکنیم. در یادتون باشد من بریدگی بودم که گفتم ما بریدیم و در اینجا نوده پیدا کردیم. بیا اینجا این طرف بیا نزدیک بیا. من جای بریدگی ما نزدیک نشون دادی. من جایی که ما کیربافکا کردگی بودیم. کیربافکا کردن نوده زده برآوردگی بودیم. انا هم دیرون عزیز اکنون چیکار میکنیم؟ همین نوده‌های زدگی من رو کالتا میکنیم. نوده نبود که ها بهارون. ببینید که چقدر نوده پیدا شده. نبینید من چقدر راشو بریدم. ببین 1 متر زیاد نودگی بود. بریده با 20 سانتی متر موندم که باز در گرد این دو تایی زده برآید. اینجاش رو ببینید الان گلخانه شده است. من این گلوس اینجاش گلخانه شده است. این سیوم سالش رفته ایستاده است. خداخواد سال آینده در انمی تنه کنده باید این گلوس مو بندد. نمیدونم این چی باشد. این بهترین گلوس سوید آریانا می باشد. سوید آریانا این انا همینجا ولی پور سال آینده خداخواد گلوس میدهد با ما اگر نمی بردیم و یا برای آگوست برای پیوندی میگرفتیم. لیکن من سوید آریاناش دیدم بریدم حیف شد. خیلی با تو آگوست خداخواد با آخر آگوست با نوده زدن میپزد با میگیریم با میزنیم. من هم دیرون عزیز من این بوته یک لیدر و در گرد لیدر ما نوده‌های کوتاه دادن هم خیلی میبریم. این دیگر به شکل ضروری گلوس میباشد. وای گیجیبی بود. این قبط به قبط با توجیکی گویم قبط من یک قبط اینجا 2 قبط اینجا 3 قبط من اینجا میرود. همین خیلی تا 3 متر ممکن برداریم این گلوس رو. حاضر 2 متر شدگی تا 3 متر میبرداریم. دیگر نمیبرداریم که چیندنش دشوار میشد. این طرفش رو پهن میکنیم. ممکن 1.5 متر بیاد. این گرد بگرد ممکن قریب 3 متر شود. نه همین گلوس. من هم دیرون عزیز این سرخ رو که میبینید ولی ممکن سوال کنید این چی است. این تک پیوند شفتالو گرنیم است. این رو باید ما بسیار کردنش رو یاد گیریم. دو تا نهال دارم از سمرقند از خانه صبر جانکه آوردیم. صبر جانکه یک جان تشکر به شما. لیکن اینا ریشه کنندنش یاد گرفتن در کار. این برای شفتالو بهترین تک پیوند. من هم دیرون عزیز این بریچ گلوس با طرزی گرد و گرد بود. این طرف هم بیام که من اینش هم میکنیم.
اینا شما میتونید میکنیم من بریدگیمو درست سر بریدگی من اینا کالتا کار میکنیم کالتا میکنیم من دوستان عزیزی من این لیدر میمونه دو اینوش باشه کالتا میشود من این لیدر بلو رفت من اینا میزنیم انا وای لیدر میمونیم لیدر کجروات بلو راست میکنیم من همدوران عزیز من اینجا حوزه من نوار رو بگیرید از شما با شما با یک نزدیکتر نشون میدم کردن در کار انا دوستان عزیز یک اگوره با این نشان میدم ها ببینید من این 2 سال گلوس این راست نرفته پهلو رفته است ببینید با زمین خوب این رو چیکار میکنیم این رو هم 20 سانتی متر میمونه مکن ببینید چخل بازی میگن که ای تو جزیر کردیم حاضر اینا جزیر کردن میپرتوریم و شما بینید که ما چیکار اینو جزیر میکنیم انا دوستان عزیز داشنو میتید که من گلوس رو با همین طرز جزیر کردم انا اکنون اگر من دینا از یک باغ گلوس رو نشان دادم خواهید که گلوس شما با همون گلوس مانند شود انا خیلی میبرید تا 2 سال 3 سال هم خیلی بیرحمانه میبرید بعد گلوس شما شکلی بهترین رو میگیرد دوستان عزیز